اولین ویدیوی صنف ما هسته و خوش آمدید میگم همه شاگردان را به این دوره جدید ما که قرار هست HTML و CSS را بخوانین. در این ویدیو با پلتفرم به نام EDSTEM آشنا میشیم که توسط او تمام خبرهای جدید میتونید دریافت کنید، ویدیوهای ریکورد شده یا صنف یا ویدیوهایی که قرار قبل صنف ببینید و میتونید کارخانگی های خود در اونجا سابمیت کنید و اسلایت های درسی را هم از اونجا تهیه کنید. اول از همه یک بروزر را باز میکنیم، یا گوگل باشه یا مایکروسافت باشه فرق نداره. در قسمت سرچ می نویسیم EDSTEM.org و اینتر میکنیم و همچنین میتونید اپلیکیشن را دانلود کنید، داخل لپتاپ خود نصب کنید. و اول از همه اولین صفحه که میاد در قسمت هوم هسته که شما نیاز دارید، اگه بار اول شما هسته که وارد از اون میشین باید اکتیویت شوه اول از همه و ایمیل خود میزنید و پسورد خود وارد کرده و او پسورد همیشه یادشون باشه که اگر یک وقتی با یک بروزر جدید یا با یک لپتاپ جدید بخواین وارد EDSTEM شوید او پسورد شما لازم میشه. و وقتی که باز شد EDSTEM شما اولین صفحه که میبینین همه قسمت هسته که صنف های شما هسته و شما که دوره اول هستین همین عنوان هم میبینین اپ وب لیول 1 کوهورت 4 که یعنی شما صنف سطح اول هستید و 4مین دوره این صنف هستین. روی همین کلیک میکنیم. خب این الان تمام صفحه که شما در اختیار دارین تمام چیزایی که لازم هست در این صنف برای شما نشان داده میشه. اول از همه این قسمت بخش دیسکاشن هسته. همین قسمت علامت 2 مسیج که وقتی روش هاور کنیم ماوس را مینویسه دیسکاشن. اینجا تمام پست ها یا ترید هایی که اینجا پست شده دیده میشه. فعلا فقط یک پست دارین، فقط یک ترید دارید به نام ویلکام. وقتی روی از میزنین این قسمت پایین هم هست جنرال، یعنی کلگی ایره میبینن توسط کی؟ نایان کیم که همین پروفسور هسته که ما شما را در این صنف درس میدن و گفته از استاف هسته. خب گفته 2 روز قبل در قسمت جنرال یعنی کلگی میبینن نایان کیم که از اساتید هستن این پست را مانده که شما میتونین بخوانین. از قسمت هم میتونین لایک کنید یا آن لایک کنید و از قسمت هم میتونین کامنت بذارین. بعد از کامنت خود نوشته کردین روی دکمه پست کلیک میکنین و همه میتونن ببینن و اگر خواستین این کامنت شما را فقط اساتید ببینن میتونین این آپشن را فعال کنید visible to staff only، فقط اساتید میبینن. و این هم به همین کامنت های بقیه دوستای شما هسته که جنرال ماندن، اینا میتونین اینا را لایک کنید، میتونین ریپلای کنید و دیگه قسمت ها. خب شاید شما خواستین خود شما در طول صنف نیاز باشه که یک ترید بذارین. از این قسمت نیو ترید کلیک میکنین. خب این قسمت میبینید که یک پست هسته یا یک کوئسشن هسته که میخواین یک سوال بپرسین یا یک اطلاعی هسته که میخواین کلگی خبر باشه. این قسمت تایتل خود مینویسین، مثلا ask about records، مثلا خواهن در مورد ریکورد ها بپرسن که ریکورد ها کجا مانده شده. باز قسمت می‌نویسیم که این جنرال هسته یعنی کلگی میبینن و در مورد یک چیز عمومی هسته یا این سوال شما مخصوص به خاطر اساینمنت ها هسته یا مخصوص به خاطر لب ها. این میگم جنرال هسته و تمام سوال یا خبری که دارین را، پیامی که دارین را در این قسمت می‌نویسین. از این قسمت عکس و اتچمنت ویدیو هم گذاشتن میتونین و میتونین بولد یا ایتالیک کنید یا اندرلاین. میتونین دیزاین های مختلفی رو در اون اضافه کنید و این قسمت هم بقیه گزینه های اضافی هسته که پین باشه. البته پین نمیدانم در شما هم فعال هسته یا نه که در اول پیام ها میایه، یا پرایوت باشه که فقط خودت ببینی و اساتید، یا انونیموس باشه یعنی تو این پست میذاری
ولی هیچ کس اسم تو رو نمیفهمه که شما ای پست ماندین. یا انونیمس کامنت، یعنی دوستای شما اگه کامنت بذارن در مورد ای پست شما، اسم از اونا نیایه. و ریزالت خب بعدش ای پست رو میزنید و پست میشه و در این قسمت پست شما ایجاد میشه و همگی میتونن او رو ببینن. البته اگر آپشن پرایوت رو فعال نکرده باشید. قسمت بعدی قسمت لسونز هسته. همین علامت دفترچه وقتی روی ازو کلیک کنیم این قسمت در مورد درس های شما هسته که و ویدیوها و ریکورد هایی که از جلسات گرفته میشه. مثلا فعلا این دو آپشن شما دیده میتونید، همینایی که نقطه آبی داره. Class Information and Schedule وقتی وارد ازش شوین در مورد کلاس شما توضیح داده که شما این صنف شما 10 هفته‌ای هسته و چی چیزهای قرار شما یاد بگیرین، استاد شما کی هسته و در مورد پروفسور نایان هم توضیحات داده. و همچنین تک سشن که جلسه قبلی ما بود که در مورد همین تکنولوژی هایی که شما باید در این کورس یاد داشته باشین توضیح داده. بخش سلاید هست. خب من اینترنت ضعیفه، فعلا کمی دیرتر لود میشه. وقتی لود شد یک سلاید هسته که همون چیزا رو توضیح داده و شما میتونین اونا رو ببینین. و همین قسم همینجا کل درس های شما در کارخانگی های شما میایه. بعداً باز روی هر کارخانگی میتونین کلیک کنید و برین او رو انجام بدین و لب ها هم همچنین باید انجام بدین. و ویدیوهای ریکورد شده هم از درس های شما همین قسمت هست. بعداً وقتی که درس ها را ریکورد کردن در قسمت شما میتونین ریکورد درس ها رو ببینین. و ورک اسپیس، قسمت ورک اسپیس شما یک محیط کاری هسته که شما میتونین داخل از او کدهای خود بنویسین و همچنین کدهایی که استاد خودش کار میکنه رو میتونه در اختیار شما بذاره که شما از روی اونا ببینین، مطالعه کنین، یاد بگیرین. مثلا میگیم که created by me، ورک اسپیس هایی که توسط من جور شده، shared with me، کسی یا استادی یا دوستی یک ورک اسپیس رو جور میکنه با شما، در شریک میسازه که با هم روی کار کنید یا سوالی داشتین حل شوه. پابلیک، یا مثلا استاد یک ورک اسپیس رو جور میکنه، داخل از کد مینویسه و او رو پابلیک میذاره تا همه شاگردا او رو ببینن و ازش یاد بگیرن. و وقتی اگه بخوای خودت یک ورک اسپیس جور کنی روی نیو ورک اسپیس میزنیم. اول از همه تایتل میگه یک عنوان برش بدیم. خب مثلا میگیم index.html و میگه داخل این چی می نویسه، کد چی هست، HTML CSS JS JavaScript البته شما نمیخوانین، HTML CSS نمیخوانین، پس همین تایپش صحیحه. create میزنیم. created workspace successfully، خب موفقانه ما این جور کردیم. خب الان یک ورک اسپیس داریم که داخل از ورک اسپیس ما میتونیم آپلود کنیم فایل را که در قسمت عکس ها به درد میخوره. مثلا میتونیم عکس هایی که داخل ای پیج خود اضافه کنیم میتونیم از این قسمت آپلود کنیم یا یک نیو فولدر، و ما فولدر هم که نداریم نیو فایل میزنیم فعلا. خب این آدرس ماست. در هوم اسمش چی باشه؟ مثلا میگیم index.html و این پسوند .html را حتما یاد شما باشه که ای با ورک اسپیس از ما میفهمانه که کدی که قرار هسته ما داخل از این فایل بنویسم از نوع HTML هسته. خب الان ما این قسمت یک ورک اسپیس داریم که داخل از میتونیم کد بنویسیم که کد نویسیدم که با اوسا شروع میکنیم و میفهمیم که اولین چیزی که باید بنویسیم چی هسته. از این قسمت هم میبینیم که چند نفر آنلاین هسته داخل از این ورک اسپیس و از این قسمت هم پریویو میشه. مثلا شما کدایی که اینجا مینویسین، مثلا دستاک تایپ رو بگذاریم H1 hello. خب من یک hello اینجا نوشتم که از قسمت پریویو میبینیم
همین کدی که من چیزی که اینجا نوشتم در قالب یک صفحه ما در اینجا میتونیم ببینیم و هر چقدر بزنیم همونقدر بیشتر ای باز میشه و از قسمت هم میتونیم ای رو ببندیم و از قسمت هم میتونیم شیر کنیم با بقیه. از قسمت هم فورک میشه. فورک وقتی که کوتاه میتونیم توسط فورک میتونیم کوتاه بقیه را داخل ورک اسپیس خود کاپی کنیم که وقتی شاید در جریان صنف اگه لازم بود استاد بعضی کدها رو با شما شریک میکنه که شما میتونید اونها رو فورک کنین و ای هم که فول اسکرین میشه. و ای بود از معرفی با EDSM. هر سال دیگه داشتین میتونین داخل همین EDSM پست بذارین یا در گروه واتساپ بپرسین. وقت خوش. خداحافظ.